با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان عزیز ما در کانال کلکتیو. امروز میخوایم بحث مهمی رو البته در زمان و مدت زمان کوتاهی با شما در میون بگذاریم و صحبت بکنیم. همونطور که از اسم این ویدیو هم مشخص هستش، مسئله نافرمانی مدنی که از لحاظ ترمینولوژی یک بحث جدیدی هست در فلسفه مدرن و اعتراضات اخیر، مخصوصا اعتراضات اخیر و حتی اعتراضاتی که در طول تقریبا میشه گفت که 20 سال گذشته در ایران در جریان هستش، در کل کشور، هم به صورت سراسری، هم در استانها و شهرهای مختلف که غیر فارس هستند. بر ترتیب بحثی رو به صورت تقریبا میشه گفت اجمالی و تئوریک میخوایم که اینجا مطرح بکنیم خدمتتون. دلیل این رو یعنی علت انتخاب ما، انتخاب این موضوع این هستش که به صورت مشخص برخی جریان‌ها در داخل و خارج کشور تشویق کردند و تشویق می‌کنند مردم رو. در طول سالهای اخیر مخصوصا این رو شاهد هستیم در ایالات متحده، در کشورهای اروپایی و حتی در داخل کشور. مثلا میشه حرکت سبزها رو، اصلاح طلبین رو و رفرمیست ها رو هم میشه در قالب این جریان در نظر گرفت که به صورت مشخص مردم رو و اعتراض کنندگان رو و حتی میشه گفت به این حالت میشه گفت ناراضیان رو، توده مردم رو تشویق به از لحاظ روش مبارزه با جمهوری اسلامی تشویق به نافرمانی مدنی میکنه. ولی خب میخوایم که این نافرمانی مدنی رو یکم بشکافیم و ببینیم که این نافرمانی مدنی اصلا چی هستش، چه شرایطی رو داره، از لحاظ تئوریک، از لحاظ فلسفی چی هست و کسانی که اندیشمندانی که اساساً بنیانگذار نافرمانی مدنی هستند چی گفتن در این مورد، از لحاظ تئوریک چه مبناهایی داره و چه ابزارهایی رو میخواد و آیا در حال حاضر این روش مبارزه و روش برون رفت از مشکلات در ایران از دید اجتماعی، از دید سیاسی، از دید اقتصادی که در حال حاضر مردم ایران در صدد این هستند، آیا با روش نافرمانی مدنی، همون روشی که مثلا مهاتما گاندی در هندوستان در پیش گرفت، آیا در ایران هم کارساز هستش و یا اگر هستش به چه صورت خواهد بود و اگر نیست و اگر این روش درست نیست چه روشی جایگزین این نافرمانی مدنی خواهد بود، جایگزین این مبارزه خواهد بود و اون روش چی هستش که اون رو در پایان برنامه که احتمالاً فردا بهش خواهیم پرداخت صحبت میکنیم. خب نافرمانی مدنی همونطور که سقراط، فیلسوف نامدار یونانی که در فلسفه خودش از نافرمانی در مقابل ظلم صحبت کرد و یا تئوری که تولستوی، رمان نویس مشهور روسی، در رمانهاش در آثارش بهش اشاره کرده و همچنین روش هایی که
به صورت پراتیک، به صورت عملی در رفتارها و رفتارهای مبارزاتی مهاتما گاندی و مبارز و رهبر و لیدر مشهور مردم هندوستان و همچنین مارتین لوتر کینگ به صورت عملی در آثار در سیستم های مبارزهشون دیدیم، حائز شرایطی هستش. این رو خدمتتون بگم که در حقیقت نافرمانی مدنی همونطور که هنری دیوید اندیشمند بزرگ بهش اشاره کرده و تقریبا میشه گفت که زیرساخت و زیرپایه لیبرالیزم کنونی رو، یعنی سیستم لیبرال کنونی رو پای ریزی کرده و عرض کنم خدمتتون درست کرده، این سیستم رو بر اون پایه پیاده کرده. به این حالت میگه حکومت رو، میگه که حکومت خوب حکومتی هست، یعنی بهترین حکومتی هست که کمترین حکومت رو انجام بده، یعنی کمترین حکم رو بده و کمترین، تقریبا میشه گفت که اگر بشکافیم، کمترین دخالت رو در زندگی مردم داشته باشه. قدم پا پیش فرا میگذاره، یک قدم جلوتر میگذاره و میگه اگر شرایط مساعد بود، حتی این رو هم میگه که بهترین حکومتی است که اصلا حکومت نکنه. این سیستم نهایی و قدم نهایی هست که هنری دیوید در آثار خودش، در اندیشه خودش در مورد حکومت صحبت میکنه. هنری دیوید میگه که دو نوع قانون هستش، دو نوع قانون وجود داره. یک قانون کشور، قانونی که در کشور بر اساس قرارداد اجتماعی که ژان ژاک روسو مطرح میکنه بین مردم و بین دولت و حکومت و حکم کنندگان، حاکمان برقرار هستش. قانونی که در به صورت قانون کشور ما اون رو میشناسیم، قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه. و دومین قانونی هست که بالاتر، مقدستر و پیشتر و برتر از قانون کشور هست. اون هم قانون وجدان هستش که هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی در درون انسان‌ها در زندگی اجتماعی وجود داره. میگه که اگر روزی و یا دوره‌ای این دو قانون با هم در تضاد باشند، یعنی قانون کشور با قانون وجدان در تضاد باشه، فرد مجبور هست که قانون وجدان رو ارجحیت بده به قانون کشور. یعنی اگر مسائل و موارد و بی‌عدالتی هایی رو در قانون کشور مشاهده کردیم، بایستی به قانون وجدان خودمون به قانون وجدان خودمون مراجعه بکنیم و در مقابل اون بی‌عدالتی و ظلم به پا خیزیم و نافرمانی کنیم، یعنی تمرد بکنیم از اون قانون کشور تا اون قانون کشور، تا قوانین اون کشور که بی‌عدالتی رو توسعه میدن و بر اساس ظلم بر انسان‌ها حکومت میکنن و حکم میکنن، به پا خیزیم و اون رو اصلاحش کنیم. یعنی هنری دیوید این رو میگه. ولی خب اینجا مسائلی هست که اولا شروطی داره این مسئله، این نافرمانی مدنی. اولا نافرمانی بدنی همونطوری که از اسمش پیداست، یعنی
قوانینی که در کشور وجود داره ما تمرد میکنیم ازش. پس یک، برخلاف، یعنی اعمالی رو انجام میدیم که برخلاف قانون باشه، یعنی خارج از قانون باشه و این حق رو به ما قانون وجدان خودمون میده که تمرد بکنیم از قوانین کشور. پس یک، خلاف قانون بایستی باشه. دوم، بایستی علنی باشه، یعنی در این مورد کار مخفی نبایستی انجام بده. این دومین مسئله است. یعنی پروتست ها و اعتراضاتی که در خیابون ها هست، در کف خیابون هستش، نمونه بارز این نافرمانی مدنی هستش. سوم، بایستی بدون خشونت باشه، یعنی عاری از هر نوع خشونت باشه، بدون خشونت. همونطور که در روش مبارزاتی گاندی اون رو میبینیم. یعنی بسیار مشهور هست که مهاتما گاندی، رهبر مشهور هندوستان، کاملا بدون خشونت مبارزش رو به پیش برد. حتی بسیار هم گاندی رو مورد انتقاد قرار دادن که در مقابل ظلم طرف مقابل، در مقابل قتل و شکنجه که طرف مقابل که ما داریم باش مبارزه میکنیم، ما بدون خشونت هیچ برخوردی انجام نمیدیم. ولی خب این مبارزه نافرمانی مدنی بود که گاندی در پیش گرفته بود و عاری از هر گونه خشونت بود. و آخرین مسئله وجدان هست، یعنی کاملا بر اساس وجدان انسانی عمل میکنه و بر اساس وجدان جمعی و فردی، بدون هیچ گونه میشه گفت که منفعت، در نظر گرفتن منفعت فردی و یا اجتماعی. ولی خب مشروعیت این مسئله در مورد، یعنی مشروعیت این طرز مبارزه که اون رو نافرمانی مدنی مینامیم، در روش‌های فلسفی هنوز هم مورد بحث و بررسی است. این مشروعیت رو به کناری میگذاریم، ولی خب نکته مهمی که اینجا بایستی اون رو در نظر بگیریم اینه که نافرمانی مدنی نکته‌ای که بایستی خیلی خیلی بهش دقت بکنیم. یعنی میشه گفت که شاه بیت این صحبت ما این مسئله هست: نافرمانی مدنی روشی هست که نه بر کل نظام و یا بر کل اون بر ضد کل اون رژیم، یعنی کاملا بر اساس براندازی رژیم نیست. نافرمانی مدنی دقیقاً روشی هست که بر علیه بخش کوچکی از قوانین اون کشور و یا اون سیستم انجام میشه. یعنی مبارزه‌ای نیست که برای براندازی و تغییر رژیم و یا نظام باشه، بلکه بر اساس بر ضد بخش کوچکی هستش، برای توسعه دموکراسی در داخل نظام، داخل رژیم هستش. این رو بایستی بهش دقت بکنیم. یعنی روشی که اگر بخوایم، یعنی اینجا خواست معترضین و اونهایی که پروتست میکنن رژیم رو، بایستی اینجا برای خودشون تصمیم بگیرن، یعنی مصمم باشند که چه انجام خواهند داد، یعنی تصمیم خواهند گرفت. آیا میخواین که رژیم رو اصلاح بکنن و یا بخشی از قوانین رژیم رو اصلاح بکنن؟ یعنی به صورت خلاصه این رو در مورد اعتراضاتی که در حال حاضر هم در جریان هست، این رو به صورت مصداق عرض بکنم. مثلا آیا معترضین میخواهند که قانون گشت ارشاد از
قوانین اساسی و قوانین جزایی و کیفری حذف بشه؟ آیا این رو میخوان؟ اگر این رو میخوان، اگر فقط این رو میخوان، بله، نافرمانی مدنی اینجا جواب میده. ولی اگر معترضین خواهان براندازی و تغییر کل رژیم هستند، نافرمانی مدنی یعنی روش مبارزه نافرمانی مدنی جوابگو نخواهد بود. نه اینکه جوابگو نخواهد بود، چون که به دلیل اینکه یک سیستم مبارزاتی، یک روش مبارزاتی هست که به صورت کاملا علنی هستش و این علنیت مبارزه در کوتاه مدت و میان مدت و حتی بلند مدت از طرف رژیم کاملا دیده میشه و از طرف رژیم به انواع مختلف و به علتهای فلحیه با روش‌های اطلاعاتی و روش‌های امنیتی امکان این هست که کاملا از بین بره، کاملا از مجرای خودش خارج بشه. به همین دلیل از لحاظ اینکه ما بخوایم سیستم رو کاملا عوض بکنیم مطلقاً جواب نخواهد داد. این رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که معترضین و یا اعتراض کنندگانی که خواهان تغییر کل رژیم هستند و بنده هم و دوستانم هم این رو خواهان هستیم، روش نافرمانی مدنی که در بیرون از کشور و حتی در خود کشور، داخل کشور، بخش‌هایی از اپوزیسیون و یا بخش‌هایی که جزو اپوزیسیون خودشون رو جا زدن در طول سالیان دراز و در حال حاضر مردم رو تشویق میکنن که به روش نافرمانی مدنی روی بیارن، این روشی نیست جز هدر دادن وقت، زمان، خون و انرژی مردم و هیچ جوابی، هیچ نتیجه‌ای به غیر از سرخوردگی و شکست نخواهد داد و متاسفانه همونطور هم که در حال حاضر در طول سالهای اخیر شاهدش بودیم، به احتمال قوی به این حالت هم ادامه پیدا بکنه. خب پس در اینجا بایستی این رو در نظر بگیریم که خب اگر این روش جواب نمیده ما باید چه کار بکنیم؟ چه روشی وجود داره که ما میتونیم در مقابل کل رژیم، تغییر کل رژیم و براندازی کل رژیم اون روش رو، اون سیستم رو اتخاذ بکنیم و به اون سیستم و به اون روش ادامه بدیم و بتونیم که در میان مدت و یا بلند مدت بتونیم که نتیجه بگیریم، حداقل بتونیم نتیجه بگیریم و بتونیم که سیستمی به غیر از سیستم رژیم اسلامی بر روی کار بیاد و نه اینکه حکومت بکنه بلکه خدمت بکنه. وظیفه یک دولت، وظیفه یک حکومت حکم کردن نیست، بلکه خدمت به مردم هستش، امنیتش رو، امنیت داخلی و امنیت خارجیش رو تأمین کردن و ثبت و ضبط مسائل و مواردی که در داخل کشور هست، رفاه، اقتصاد، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی اون کشور، نه امنیت اجتماعی که اون گشت ارشاد در پیش هستش، بلکه امنیت اجتماعی که واقعا در راستای نرم‌های قوانین و نرم‌های دموکراتیک باشه. پس ما بایستی به دنبال روش دوم باشیم
و اون روش دوم رو سعی خواهیم کرد که فردا اینجا بشکافیم و در اون مورد صحبت بکنیم که اون روش دوم و روشی که ما میتونیم با اون روش حقیقتا جمهوری اسلامی رو ثابت بکنیم و برش بیاندازیم و بتونیم که سیستمی دموکراتیک جایگزینش بکنیم چی هستش و چگونه انجام میدیم. خب اون هم البته قطعی و 100% نیست و بحث تئوریک میخواد، بحث مهمی هست که فردا همین موقع ها به صورت زنده با شما در این مورد صحبت خواهیم کرد. ممنون که ما رو شنیدید و دیدید. امیدوارم که موفق و تندرست و سلامت باشید.